سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. درس امروز خیلی راحته، بریم که با هم دیگه یاد بگیریم. درس امروز در مورد توبی ها هستش. توبی ها همون هستن و بودن در گذشته هستش که میخوایم راجبش صحبت بکنیم. To be a structure، ساختار کلی در مورد توبی ها. یه فرمول داره، subject که همون فاعله به علاوه am, is, are اگر در زمان حال باشه و اگر در زمان گذشته باشه از was و were استفاده میکنیم. یه چند تا مثال داشته باشیم تا راحت تر متوجه بشیم. من یه چند تا مثال بگم. مثلا میخوام بگم که من 22 سالمه. I'm 22 years old. میخوام بگم خواهرم 29 سالشه. My sister is 29. یه مثال دیگه که میخوام بزنم اینه که جان بیماره. جان یه اسمه، پس بزرگ می‌نویسیم. جان is ill. ill به معنای بیمار. is هم بودن. جان is ill. و او الان روی تخت خوابشه. He is یا he's in bed. و یه مثال دیگه هم که داشته باشیم، میخوام بگم که کلیدهای شما روی میزه. Your keys are on the table. اینجا من keys رو اشتباه نوشتم. keys به معنای کلیدها. کلیدهای شما روی میزه. این مثال هایی بود که راجع به structure to be داشتیم. subject I به علاوه am، subject John به علاوه is، subject your keys به علاوه are. یک مثال هم راجع به گذشته بزنم که گذشته هم داشته باشیم با هم. مثلا میخوام بگم تو دیروز دیر اومدی. You were late yesterday. You دوباره subject و were به عنوان to be ما. یه مثال دیگه هم با was داشته باشیم. He was absent yesterday. اون دیروز غایب بود. خب توی این اسلاید میخوایم در مورد to be پازیتیو ها و نگاتیو ها صحبت بکنیم. اگه پازیتیو باشه I'm cold، نگاتیو I'm not. حالت پازیتیوش ما از فاعل استفاده میکنیم و بعدش اما ایز و آر رو استفاده میکنیم. مثل I am، حالت مخففش I'm، he is، his، she is، she's، it is، it's، we are، we're، you are، you're، they are، they're. تو حالت منفی یا نگاتیو هم یه دونه not اضافه میشه. I am not یا I'm not. He، she، it is not. حالا اینجا به دو صورت میتونیم اختصار کنیم. یا بگیم he is not یا بگیم he isn't. هر جایی که اختصار میکنیم این آپوستروف قرار میگیره. اگه اینجا آی میفته به جاش آپوستروف قرار میگیره. he is not. اگه قرار او not رو ننویسیم اینجا آپوستروف قرار میگیره. he isn't. و در آخر we، you، they are not. و دوباره همون قاعده اینجا اعمال میشه. we're not، we aren't. you're not، you aren't. they're not، they aren't. To be question ها مثل are you married، ما اول باید am، is، are یا was، were اول جمله بیاریم و بعد فاعل جمله رو. Are you married یعنی این که متأهل هستی. Yes I am or no I'm not. گفتم ما باید اول am، is، are رو بیاریم اول جمله. به مثال ها نگاه کنین توی اون جدولی که در مورد question ها نوشته شده. am I، اصولا در مورد خودمون سوالی نمیپرسیم ولی حالتش رو بلد باشید. is با he، she، it که اول جمله is میاد یا are
are we, are you, are they. چند تا مثال داشته باشیم. حالا با ام خیلی نمیپرسیم با امای، ولی من یه دونه آوردم. am I late، یعنی من دیر کردم. تو جواب مثلا طرف میتونه بهتون بگه no you're on time. you're on time. on time به معنای سر وقت بودنه، نه شما سر وقت بودن. یه مثال دیگه که میتونیم داشته باشیم are your parents، دقت کنید are میاد اول جمله، your parents به عنوان فاعل ما میاد قسمت دوم. at home میخواد بگه که پدر مادرتون خونن، و در جواب داریم که no they are out، اونها بیرون هستن. این اسلاید در مورد to be positive، negative و question حالت past هستش. به مثال توجه بکنید. I was hungry حالت پوزیتیوه، من گشنه بودم. I wasn't من نبودم. Was I من بودم حالت سوالیش هستش. خب جدول پوزیتیو رو نگاه بکنید. ما گفتیم که am is are به معنی هستم، هستی، هستش. تو وقتی میگفتیم I am یعنی من هستم. اینجا تو حالت past با was استفاده باید بکنیم. تو حالت past باید از was استفاده بکنیم. برای مثال من بودم. I was. He was. او بود. She was. It was. و برای we, you, they از were استفاده میکنیم. ما بودیم. شما بودید. آنها بودند. تو حالت نگاتیو ما داریم I was not, he was not, she was not, it was not. اگر بخوایم به اختصار صحبت کنیم یا بنویسیم میتونیم بگیم I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. برای we, you, they ما از were استفاده میکردیم، پس اینجا میشه we were not یا we weren't. You were not. You weren't. They were not. They weren't. جدول questionمون هم was و were اول جمله میاد و بعد از اون از subject استفاده میکنیم. Was he? Were we? مثال های دیگه هم نگاه بکنید. Tell me what you want. Tell me what you want. بریم سراغ short answers. short answers به معنای پاسخهای کوتاه بود. مثلا یه سوالی از ما میپرسن، میخوایم فقط کوتاه پاسخ بدیم. میگیم yes I am، بله من هستم. yes he is. no I'm not، نه من نیستم. no we're not، نه ما نیستیم. یه چیزی که اینجا باز باید دقت کنیم اینه که ما فقط میتونیم بگیم تو حالت نگاتیو no I'm not، ولی در واقع در is و are ما به دو حالت میتونیم به اختصار در بیاریم. no he's not، no he isn't، no we're not، no we aren't. اینو حتما دقت کنید. بریم چند تا مثال داشته باشیم. Are you tired? Yes I am. Are you tired به معنای تو خسته ای؟ Yes I am. I همیشه تو تمام جملات چه اول باشه چه وسط باشه چه آخر بزرگ نوشته میشه. اینو حتما دقت کنید. Are you hungry? No I'm not. یعنی که تو گشنه هستی؟ نه من نیستم. اینا جوابهای کوتاه. I'm not. That's my seat. No it isn't. یعنی این صندلی منه؟ نه این نیست. تو حالت نوشتار هم حتما یادتون باشه که بعد از yes و no کاما میاد. Yes I am. No comma I'm not. No comma it isn't در حالت نوشتار. برای short answers های past یا گذشته هم دقیقاً همون استفاده رو انجام میدیم. فقط به جای am و is و are از was و were استفاده میکنیم. I, he, she, it was میگیره. we, you, they, were میگیره.
و در حالت منفی یا نگاتیوش هم wasn't و weren't. یه مثال داشته باشیم. Were you late? No, I wasn't. No, I wasn't. یعنی تو دیر کرده بودی؟ نه، من دیر نکردم. Was Ted at work yesterday? Yes, he was. تد دیروز سر کار بود؟ بله، اون بود. yesterday رو اشتباه نوشتم. خب بریم یه مثال دیگه هم داشته باشیم. Were Sue and Steve at the party? No, they weren't. سو و استیو توی پارتی بودن؟ نه، اونها نبودن. چند تا چیزی که اینجا باید دقت کنین. یکی اینکه سو و استیو جمعن، همون مثل دی حساب میشن، پس ما از ور استفاده میکنیم. بعد میگیم داخل پارتی بودن. حالا این حروف اضافه رو جلوتر درس آینده داریم، ولی حروف اضافه پارتی at the party. و اینکه سو و استیو، تد، چون اینا همه اسم هستن به صورت حروف بزرگ نوشته میشن. Here's your key، یعنی اینکه این کلید شماست. یک سری کلمات رو داریم که همونجوری که میبینین، مثل that is، there is، here is. اینا به معنای اینن که مثلا that is اون، that به معنای آن، there is به معنای دوباره اون، here is به معنای این. میخوایم مثلا کلید طرف رو بهش بدیم یا دفتر طرف رو بهش بدیم، میگیم here's your key، این کلید شماست، بفرمایید کلید شما. اینجا میتونیم اینا رو خلاصه بنویسیم. به جای اینکه بگیم that is میگیم that's، به جای اینکه بگیم there is میگیم there's، به جای اینکه میگیم here is میگیم here's your key. یه چند تا مثال داشته باشیم. Thank you. That's very kind of you. خب اینجا از یکی تشکر میکنیم، میگیم thank you، مرسی، متشکرم. That's very kind of you، این مهربونی شما رو میرسونه. این اصطلاحی که خیلی استفاده میشه در زبان انگلیسی. That's very kind of you، این مهربونی شما رو میرسونه. یه مثال با there's. Look, there is Chris. Look, there's Chris. میگه نگاه کن، اون کریسه، اونی که اونجاست، اون کریسه. There's Chris. وقتی یکی رو مثلا یه جایی میبینین و میخواین به دوستتون بگین نگاه کن، مثلا علی اونجاست. Look, there's Ali. یه مثال با here. Here's your key. این مثال رو داشتیم. Here's your key. این کلیدتونه. حالا اینا رو میتونیم با کلمات what is، who is، how is و where is داشته باشیم. اینا یک سری سوالات هستن، یک سری کلمات سوالی هستن که در درس‌های جلوتر راجعشون توضیح میدیم. فقط اینجا آوردم که حالت خلاصه شدهش رو یاد بگیریم. به جای اینکه بگیم what is میگیم what's، به جای اینکه بگیم who is میگیم whose، به جای اینکه بگیم how is میگیم how's و به جای اینکه بگیم where is میگیم where's. یه چند تا مثال داشته باشیم. What's the time? What's the time؟ به معنای این که what is the time؟ ساعت چنده؟ به جای اینکه بگیم what is the time بگیم what's the time. Who's the man? who به معنای چه کسیه. میخوایم بگیم آن مرد چه کسی است. به جای اینکه بگیم who is the man میتونیم خیلی راحت بگیم who's the man. Where's Lucy? لوسی اسم بزرگ نوشته میشه و به معنای کجا. Where's Lucy؟ Where is Lucy؟ لوسی کجاست؟ How's your father? ای دقت کرده باشیم میخوایم از یکی بپرسیم که حالت چطوره، میگیم how are you. اینم همونه، میخوایم بگیم پدرت چطوره. How is your father؟ یا به حالت مخفف و راحت‌تر how's your father. میتونیم اینا رو به صورت مخفف بنویسیم. حالا این پایان درس امروز بود.
یه درس خیلی ساده ولی خیلی به شدت کاربردی. حتما اما ایز و آر و وازوور رو یاد بگیرید. مرسی که ما رو دنبال میکنید. حتما برامون کامنت بذارین، پست ما رو لایک بکنید و ما رو به دوستای خودتون معرفی بکنید. سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار. Tell me what you want. Tell me what